برنامه خانم کامرانی تیک 1 3 2. پروانه تو واقعا مدیر کارخونه‌ای. جالبه بدونین که پروانه اولین مدیر کارخونه خانومیه که من دارم باهاش صحبت میکنم. چی شد اصلا وارد این فضا شدی؟ ببین داستان مال حدوداً 9 سال پیشه. من یه هفته‌ای بود که با ایمان ازدواج کرده بودم و خب چون همیشه تو دوران مجردیم شاغل بودم، اون موقع دیگه تو خونه بودم. ایمانم اون موقع درگیری کارش خیلی زیاد بود، ولی خب توانایی گرفتن یه حسابدارم نداشت. منم از بیس حسابدار بودم و بدون اینکه به ایمان بگم رفتم یه نرم افزار حسابداری خریدم و روی سیستم نصب کردم و به ایمان شب داشت میومد خونه گفتم که فاکتورایی که دست نویس داشتن از بازار با خودش بیاره. خب وقتی فهمید که من وارد این فضا شدم و بهش نگفتم و حالا نرم افزار رو خریدم و این کار رو انجام دادم، یه خورده اولش ناراحتم شد، ولی خب دیگه فاکتورا رو برام می آورد. من شب تا صبح فاکتورا رو ثبت می‌کردم. صبح که ایمان بیدار میشد می‌خواست بره بازار، بهش میگفتم مثلا اینجا تو حساب کتابتون این اشتباه کردین، اینجا اینقدر کم کارت کشیدین، اضافه کشیدین. بعد از اینکه یه هفته گذشت انگار خودش هم دیگه مجاب شد که من باید وارد بازار شم. خب محیط بازار خیلی محیط مردونه‌ای بود دیگه، برای خودم هم یه خورده سخت بود ورود کردن تو اون فضا. یه کانتر حسابداری بزرگ گرفتیم که من اون پشت قایم می‌شدم عملاً. تعدادمون هم موقع 4 نفر بود. خیلی مجموعه خیلی کوچیکی بود، چون اصلا قدرت مانور دادن نداشتیم ما تو اون فضا. نه خیلی این کارا رو بلد بودیم، نه مثلا برند شناخته شده بودیم. خیلی تو فضای کوچیکی کار می‌کردیم. من حتی به خاطر اینکه هزینه هامون رو کنترل کنم هر شب برمیگشتم خونه غذا درست می‌کردم که مثلا فرداش خودمون 4 نفر از همون غذا استفاده کنیم. یه تایمی گذشت من که تو بازار ورود کردم دیگه انگار ایمان خیالش از مغازه و حساب کتاب و اینا راحت میشد، بیشتر میرفت دنبال کار و خرید. کم کم فضامون رشد کرد. یعنی اول تک محصولی کار میکردیم، فقط روی پوشاک جین زنونه بودیم. بعد دیگه انگار به نقطه های دیگه ای رسیدیم، اومدیم گفتیم که خب گروه های دیگر رو کنار محصولمون اضافه کنیم. همه این پروسه حدوداً مثلا کار کردن تو همون مغازه، تو همون فضای 2-3 سالی زمان برد. یه خورده کارمون بزرگتر شد. مثلا اول توی انبار 9 متری بودیم، بعد تونستیم هی انبارمون رو بزرگتر کنیم، وارد مثلا یه انبار 20 متری شدیم، یه انبار 80 متری گرفتیم. آخرین انبارمون که تو بازار بود یه انبار 400 متری بود. دیگه اون انبار جوابگوی کارمون نبود و خب تیراژ کارمون خیلی بالا رفته بود. ناچارن اومدیم سمت کهریزک یه سوله گرفتیم، اونجا کارمون رو شروع کردیم. توی سوله اجاره‌ای حدوداً 1 سال 2 سالی مهمون بودیم. بعد دوباره دیدیم کارمون هی داره بزرگتر میشه، دیگه یه فضایی برای خودمون تهیه کردیم. این فضایی که به قول خودت بزرگتر میشده، نخوایم حالا خیلی شعارگونش بکنیم، فقط یعنی حاصل این پشتکاره تو و همسرت بوده یا نه چیز دیگه ای هم بوده که باعث شده که خب روز به روز رشد بکنیم؟ چون خیلی کلیه این که بگیم خب روز به روز رشد کردیم و خیلی خوشگله، ولی اینکه چه اتفاقی افتاد توی پروسه، چه سختیایی واقعا کشیدی؟ ببین خب من اگه بخوام الان مثلا خلاصه وارو داستانی بگم، خب مسیر خیلی طولانی بود. ما 9 سال همچنان هم داریم شبانه روز زحمت میکشیم. یعنی این نیست که من بگم که خب من الان به یک شرایط ثابتی رسیدم یا نه دیگه الان دیگه توی فضای امنیم. اصلا همچین چیزی نیست. تازه من الان احساس میکنم که مسئولیتامون خیلی بیشتر شده. افرادی که کنارمون هستن نسبت به همه اونها حس تعهد داریم، حس مسئولیت داریم. یعنی واقعا یه روزی که افت انرژی دارم همش به خودم احساس میکنم که الان 250 نفر اونجا منتظرمن، پاشو حرکت کن. یه دلیلی رو برای تحرکت پیدا میکنی دیگه. ولی واقعیت اینه که خب ما از صفر شروع کردیم. شب و روزهای واقعا سختی داشتیم. ما یه جا حتی خودمون مجبور بودیم بعد از اینکه مغازمون توی اون حجره بسته میشد میرفتیم توی انبار خودمون بار مشتری رو جمع میکردیم، چون تعداد نیرومون اصلا جوابگو نبود.
یا همون پلنی که من باید حتما غذا آماده می‌کردم می‌آوردم بازار، چون نمیتونستیم مثلا غذای بیرون و اینها رو تهیه کنیم. کم کم ولی اتفاقی که افتاد این بود که هر جا رشد کردیم هی تیممون رو بزرگتر کردیم، تیم سازی کردیم. افرادی هم که کنارمون می اومدن اکثرا خب از بیس و پایه داشتن کارو پیش می‌بردن دیگه، کنار خودمون بزرگ شدن، رشد کردن. ما همون فضا رو همیشه به نیروهامون میدیم. من خیلی دوست دارم که اگه کسی تو سیستممون قرار میگیره اینطوری نباشه که من بخوام چیزی بهش دیکته کنم. دوست دارم اون آدمه اون فضا رو پیدا کنه، پتانسیلاشو آزاد کنه. خانواده‌ای که در واقع توی کار باید داشته باشی. از اول که اینقدر تلاش میکردی رویای بزرگ شدن مسیر کارتو داشتی یا فقط تلاش میکردی، یعنی یه تلاش روزمره بود یا اینکه یه رویای خیلی بزرگ رو مثلا توی ذهنت چیده بودی؟ ببین ما همیشه آدمای بلند پروازی بودیم، یعنی همین الانم به یه نقطه ثابتی فکر نمی کنیم، یعنی هی دنبال اینیم که خب به این تارگت رسیدیم بعد بریم سراغ بعدی. این همیشه عامل تحرکمون بود دیگه، هی ما رو به یه نقطه دیگه دعوت میکرد. تو این مسیری که داریم خیلی سختی کشیدیم و پشت کار داشتیم، شانس هم تاثیرگذار بود؟ ببین من اصلا خیلی با این واژه شانس موافق نیستم. به نظرم یه سری موقعیت‌های برای همه آدما پیش میاد، ولی فقط کافیه که تو پذیرا باشی و اون موقعیت رو درکش کنی، برش داری. اگه میزان باورت و پذیرا بودنت پایین باشه، به نظرم تو از روش رد میشی، بعد احساس میکنی که آدم بدشانسی هستی یا فلانی آدم خوششانسیه. برای همه اتفاق میفته، فقط باید ببینیش. ولی من اینجوری فکر نمی کنم، راستشو بخوای. فکر میکنم شانس تاثیرگذاره. یعنی اینکه مثلا ما بیایم مقایسه بکنیم یه کسی که از بیس توی یه خانواده خوبی به دنیا اومده با کسی که توی شرایط سختی به دنیا اومده، اینکه مادر پدر خیلی تاثیرگذارن توی آینده اون بچه، نمیتونی واقعا منکرش باشیم. یا حالا اینکه حتی شما یه پارتنر، یه همراه، یه همسر خوبی داشته باشی. یعنی من میخوام ببینم اگر اون زمانی که تو میخواستی پیشرفت بکنی، مثلا بالعکس همسرت نمیخواست یا همسر شما میخواستش خودت نمیخواستی، خب این میشد اون شانسه دیگه. خب شانس خوردش که پروانه کامرانی خواست تلاش کنه، همسرش همراهش خواست تلاش بکنه، همه چی دست به دست هم داد. در کنار تلاشتون بود، درسته؟ ببین همه چیز برمیگرده به انتخابت دیگه، اینکه تو چی میخوای. انتخاب کردی که با چه آدمی زندگی کنی، انتخاب کردی که این کار رو داشته باشی یا نداشته باشی، انتخاب کردی که برای خواسته هات بجنگی یا نجنگی. اینکه من توی خانواده‌ای که وضع مالی خوبی دارن به دنیا بیام، من خیلی رو دیدم که این شکلی هم ولی میراثدار خوبی نیستن، اتکا میکنن به اون و دیگه خودشون هیچ تلاشی نمیکنن، پس اون هم میتونه از بین بره، صفر هم میتونه. پس نمیتونه بگیم شانس نیست، هستش، اما المان مهمترش اون انتخابامونه. یعنی چه کسی که شانس داره چه کسی که شانس نداره، انتخاب مهمتره. دقیقاً اینکه من انتخاب میکنم الان تو چه موقعیتی باشم، انتخاب میکنم. اتفاقا مثلا هفته گذشته بود یه نفر یه درخواستی از سمت مجموعه ما رفت سمتش، اکسپت نکرد. خب بعد من داشتم به خودم فکر میکردم که این میتونست برای تو یه شانس باشه برای اینکه بتونی توی فضای خوبی ورود کنی، ولی نکردی. بعد آدما همش میشینن مثلا ناله میکنن که چرا این اتفاق برای من افتاد، پس چرا من هرچی تلاش میکنم نمیرسم. خب حتما مسیر خوبی نیست دیگه. آره اینو قبول دارم. بعضی اوقات یه شانسایی واقعا به قول معروف در خوره آدمو میزنه، ولی یه موقعی آدم از تنبلی یا اون فضای منفی ذهنی نمیبینه اون چیزایی که توی مسیرش هستش. یه ذره از کارخونه رویال جین برامون بگو که اصلا کارخونه رویال جین چی هست؟ ببین کارخونه ما الان تولید پوشاک زنانه انجام میده. خب گروه بندی محصولمون گروه خیلی بزرگی شده، لیدر بازار خودمون هستیم، به صورت عمده کار میکنیم، حدوداً 15 میلیون محصول تا الان تونستیم بفروشیم. مجموعمون هم خب شامل واحدهای متفاوتیه دیگه، از واحد برنامه‌ریزی تولید، واحد طراحی، واحد تولید به صورت اجرایی، واحد مالی،
برندینگ، استودیوی عکاسی. تولید کننده عمده هستی؟ بله. بعد میخوام بدونم که کادرتون اینجوری هست که بیشتر خانوما باشن یا نه هیچ فرقی نمیکنه؟ نه، نصف خانوما نصف واقعا. یعنی حامی خانم ها هستی به عنوان یه مدیر عامل 100%. خانم؟ ما یه تایمی فقط توی انبار محصولمون آقایون رو استخدام میکردیم. بعد خب من انگار یه ریویوی داشتم با گذشته خودم که من خودم هم یه تایمی توی این فضا کار میکردم دیگه، خانم ها هم میتونن. تلفیق این دوتا رو من خیلی دوست دارم، چون آقایون همیشه تو قسمت‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های بزرگ حرکت میکنن، خانم‌ها به جزئیات توجه میکنن. توجه و دقت به جزئیات به نظرم خیلی میتونه تو کار خوب باشه. پروانه راجع به خانوادت بهم بگو. یعنی میخوام بدونم که سبک تربیتی مادر پدر یا نگاهشون نسبت به زندگی تاثیرگذار بود توی این مسیری که اومدی یا نه؟ به من پدر مادر خودم جفتشون شاغل بودن و من خب کلا یه بچه‌ای بودم که توی فضای تنهایی انگار داشتم بزرگ می‌شدم. مادرم به شدت سختگیر بود و اصلا منو یه دختری که بخواد مثلا لوس باشه و نونور بازی در بیاره بارم نیاورد. همیشه از من تو سن خیلی کم خواستهای بزرگی داشت. ولی خب شاید مثلا یه وقتایی آدم یه ناز و نوازش پدر و مادر یکی میبینه یهو چی میشه؟ دلش میخواد. آره دلش میخواد و همین صراحت. آره. ولی وقتی به اون نقطه قوتایی که مستقل بار آوردن و جنگجو بار آوردن یه بچه رو میبینم واقعا میرم به این سمت که اون هم روش اشتباهی نبوده. بگو یه ذره از این روشه برامون باز کن که چجوری بوده واقعا این روش مادر پدره. من پدر مادرم جفتشون شاغل بودن. از اونجایی که شما گفتین دارین میان یه یادگاری بیارین، من یه المانی که تو کودکیم نقش داشت آوردن. الان میخوای داستان پشت این فیله رو برامون تعریف کنی. خب همینجا دوباره یادآوری بکنم برای بینندگان برنامه رویات که ما از مهمونای عزیزمون میخوایم که یک المانی که توی مسیر موفق شدنشون تاثیرگذار هستش رو همراه خودشون بیارن. خب برامون بگو که داستان پشت این فیل چی هست؟ من 5-6 سالم بود که مامان بابام توی پاساژ مغازه داشتن. یه از این فیلای موزیکال داشتیم که تو سکه مینداختن بچه‌ها میشستن روش. من کلید صندوقچه اون رو داشتم. هر موقع بچه‌ها با پدر مادرشون میومدن تو اون صندوقچه رو باز می‌کردم، یه دونه از همون سکه‌ها برمی‌داشتم مینداختم توش، میشستم روش، حالا بچه‌ها می‌دیدن من مانور میدادم. این خودش برای من درآمدزایی داشت. از همون موقع بیزینس رو شروع کردم. آره تا حدودی میتونم بگم همون موقع شروع کردم. خب پس یعنی میخوای بگی که مدل در واقع رفتاری مادر پدر تاثیرگذار بود توی نگاه الانت برای بیزینس کردن، درسته؟ آره میدونی من از همون موقع به فکر پول درآوردن بودم. مثلا می‌خواستم برم سوپرمارکت حتما باید از ذخایر خودم استفاده می‌کردم. ولی به نظرم دم مامان بابات گرم، این که یه بچه خیلی کوچیک بخواد با پول خودش بره سوپرمارکت خرید بکنه یه نگاه متفاوت و یه تربیت متفاوته. حالا اصلا چرا الان داری کار میکنی؟ کارخونه رویال جین که به یه جایی رسیده دیگه میتونی یه کسی رو جای خودت بذاری، چرا نمیشینی خونه؟ به من خیلی پلن دارم، یعنی هنوز خیلی کارهایی که دلم میخواد رو انجام ندادم. تو سیستم خودمون تو بیزنسمون خیلی پلن توسعه‌ای دارم یکی یکی کارامو پیش میبرم که اونا رو انجام بدم. و از رکود من اصلا خوشم نمیاد. من اصلا حتی یه روز جمعه هم نمیتونم تو خونه بشینم بعد ببینم که خب چی کار کردم و هیچ دستاوردی حتی تو اون روز نداشته باشم، واقعا حالم بد میشه. یعنی به نظر تو خانوما همه باید کار بکنن؟ این نظر شخصی من اینه که هر بیکاری فساد ذهنی میاره. از بیکاری آدم نمیتونه به چیزای خوبی فکر کنه. همش ذهنت یا میره رو تحلیل آدمای دیگه یا هی میشینی برای خودت فلسفه بافی میکنی، هی چیزایی که میخوای و خودت میتونی برآوردشون کنی هی میری سمت این که از دیگران انتظار داشته باشی و خودت حرکت نمی کنی. هی دنبال اینی که یه کسی برات
پیدا بشه یه کاری انجام بده. حالا چرا بابای من پولدار نیست، چرا من نتونستم یه همسر پولدار داشته باشم، ولی خب چرا به توانایی خودت باور نداری؟ من با بیکاری خیلی مخالفم. منظورت از این بیکاریه چیه؟ یعنی اون لزوماً بیزینس کردنه منظورته؟ یعنی سر کار رفتنه منظورت از بیکاریه؟ آره. یعنی اگه کسی سر کار نره بیکاره از نظر تو؟ ببین من باید بالاخره با کار کردن یه درآمدزایی داشته باشم دیگه، حالا یا تنهایی یا بتونم با افراد دیگه اینو پیش ببرم. چی میشه اگه یه زن درآمد نداشته باشه؟ من اصلا از شخصیت وابسته و آدمی که بخواد از دیگری درخواست کنه واقعا تا یه جایی با گفتت موافقم. یه بار یادم یه جایی شنیدم که بعضی کارهایی که خانم‌ها میکنن توی خونه یه کار بدون درآمده ولی یه ارزش معنوی داره. وقتی که محیط یه خانواده رو گرم نگه بداری این خودش یه اثراتی روی زندگی داره که من فکر میکنم گاهی اوقات از یه حدی بیشتر کار کردن این روحیه رو از زن میگیره. یه زنی که خیلی کار کنه خسته برسه خونه چجوری میخواد اون فضای گرم خونه رو ایجاد بکنه؟ ببین تو وقتی درخواست خودته و روت زور و اجبار نیست که اون کار رو انجام بدی، پس با اون حجم خستگی هم بر نمیگردی خونه. پس تو خونه هم وظایف خودت رو پیش میبری. قرار نیست که ما با کار کردن تبدیل بشیم به یه شخصیت چغر مردونه. نه اصلا همچین چیزی نیست. آخه دوست دارم خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت بکنیم از این جهت که اصلا کار عاشق کارت باشی ولی بالاخره این مسیری که داری میری اصلا رانندگیش اون مسیر ترافیکه خستت میکنه دیگه نمیکنه؟ چرا علاوه جسمی میتونم بگم خستم میکنه. من نمیتونم بگم من کم نمیارم خسته نمیشم یا زانو نمیزنم، ولی اینجوری هم نیست که تو موضوع غرق شم. من حتی توی بدترین و سخت‌ترین شرایطم حتی وقتی مریضم بازم نمیتونم دست از کار کردنم بکشم. البته یه جا اینجا صحبتم رو در واقع درست بگم، اینکه من دارم الان نظر مخالف تو رو میگم به این معنی نیستش که لزوما ما یه درست و غلطی داریم. جامعه و دنیا نیاز داره به این تفاوت نگاه ها. یعنی ممکنه یه کسی مثل تو نگاهش این باشه که کار بکنه و این براش خیلی اهمیت بیشتری داره، ولی ممکنه یه زنی نگاهش این نباشه. من فکر میکنم که حالا نگاه من اینجوریه و ما در کنار هم قشنگ میشیم. من فکر میکنم که میشه حالا بیکار هم نبود به یه مهارتی، حالا خصوصا من خیلی تاکید رو مهارت هنری خانوم ها دارم، یه هنری داشته باشن، یه در واقع مهارتی رو بتونن داشته باشن برای خودشون که احساس ارزشمندی کنن، اما لزوماً تبدیل به یک بیزینس بزرگ نشه براشون و بتونن این تعادل رو نگه دارن. چون من خیلی حساسم روی این قضیه که فضای خونه پس چی میشه و به نظرم هیچ کسی مثل یه زن نمیتونه فضای خونه رو خوشگل و گرم نگه داره. خب چرا فکر میکنی که با کار کردن نمیشه فضای خونه رو گرم نگه داشت؟ نمیگم با کار کردن نمیشه، با کار زیاد به نظرم نمیشه. البته باز دوباره اینجا یه تفاوت من و تو میشه از این جهت که تو 5 صبح میتونی بلند شی و من اگه 5 صبح بلند شم میمیرم. خب ببین واقعا میگم میمیرم، یعنی این روحیه‌مه، نمیتونم اینجوری زندگی بکنم. ولی به نظرم بی تأثیر هم نیست. یعنی نمیتونیم یه زنی که مدام کار میکنه رو در واقع بیاین با یه زنی که فرصت زیادی برای گرم نگه داشتن خونه داره مقایسه بکنیم. من یه سوال ازت بپرسم. تو تصور کن که از صفر شروع کردی، خب به تک تک رویاهات داری میرسی. چه شکلی؟ نه با اتکا کردن به کسی یا چیزی، خب همراه شدی تو مسیر، داری یکی یکی به خواسته هات میرسی. بعد تازه داره انگار دریچه‌های ذهنت باز میشه، خواسته های جدید برات میاد. خب به این فکر میکنی که خب من برام خیلی مهمه که افرادی که الان کنارمون هستن و دارن زحمت میکشن خب بتونن درآمدزایی خوبی رو برای خانواده هاشون داشته باشن، بتونن حال خوبی که تو سیستم ما دارن رو
تو خونه هاشون هم منتقل کنن. الان اینو تصور کن و هی فکر کن داری این بیزینس رو بزرگتر میکنی. مثلا از 4 تا پرسنل شروع میکنی به 250 تا میرسی. حالا رویات چیه؟ رویای من رسیدن مثلا به 3000 تا پرسنل، داشتن کارخونه های خیلی بزرگه. یه قدرت خیلی عجیب تر توی تولید و عرضه به بازاره. وقتی میبینم مسیر داره برام پیش میره، آیا این حالمو خوب نمیکنه؟ اگر برمیگردم خونه حتما که انرژی من بیشتره، چون من اون روز تونستم آدم مفیدی باشم، چون من تونستم اون روز افراد خیلی مشتاقی رو کنار خودم زنده نگه دارم. درسته. من یک رسالت برای خودم ایجاد کردم، اینکه خب همه ما تجربه کردیم دیگه. وقتی سن جوونی رو داری میگذرونی ممکنه یه جاهایی نوسان خلق انقدر بهت غالب بشه، انقدر احوال بد از همون بیکاری برات بالا بیاد، حالا افکار پوچ بالا میاد، اینکه زندگی رو دیگه چیز خوبی نمیبینی، ادامه دادن چیز خوبی نمیبینی، اینکه من بتونم این آدم رو کنار خودم داشته باشم. خب من الان چند نفری که امیال منفی، حتی یه سریشون میخوان خودخواسته به زندگی‌هاشون پایان بدن، ولی خب تو وقتی وارد مسیرشون میکنی، الان من دارم کنار خودم از این دست آدما، ولی دیدم که چجوری با یه انرژی مضاعف یا با ریویو کردن مثلا گذشته خودت با چه انرژی برگشتن به زندگی، مسیرشون رو تغییر دادن و این حال منو خیلی خوب میکنه. این که من فکر کنم مثلا خب من الان یه آدمیم، قراره این سالم عمر کنم، نمیدونم من فردا زنده هستم یا نیستم، بعد به خودم میگم خب که چی؟ مثلا تو چی کار کردی؟ چه رد پایی از خودت به جا گذاشتی؟ اون موقعی که بودی و زندگی کردی چی کار کردی؟ این خیلی برای من مهمه. بعد به نظرم با بیکاری خب نمیشه همچین چیزی رو واقعا رقم زد. دیدم دیگه جمعی که بیکارن یا حالا مشغول یه فعالیتی نیستن، دائما ورود میکنن تو حواشی، نمیدونم تحلیل دیگران و زندگیشون. این واقعا هیچ پلن رشدی توش نیست. آدم به هیچ نقطه‌ای رو به جلوی دعوت نمیشه. من فکر کنم باید یه طیفی رو براش در نظر بگیریم که حالا بیکاریه رو حذفش کنیم و از نظر منم خیلی پسندیده نیستش بیکاریه، ولی میتونه یه نقطه تعادلی باشه و حالا بین این در حال رفت آمد باشه. برام جالبه بدونم با این حجم از کار چجوری تعادل بین زندگی شخصیت برقرار میکنی و کار. ببین خب من خودم روزی 3-4 ساعت فقط مسیر رسیدن و برگشتن از محل کارمه. شاید که من نتونم این خیلی خانمای دیگه بتونم مثلا غذای آنچنانی آماده کنم یا خونه آنچنانی رو دیزاین کنم، ولی برای من شاید اولویت با بقیه فرق میکنه. برای من اولویت کارمه. خب توی این مسیر همسرم هم با هم همراهه، کاملا با هم همسوییم و اتفاقا فکر میکنم که نقطه عطف ما همین بوده. اینکه با هم همراه بودیم شاید باعث شده که یه سری تنش‌ها تو زندگی ما اتفاق نیفته. به نظرم خیلی نکته مهمی گفتی، یعنی تو بحث قبلی حالا تفاوت نگاه من و تو طبیعیه دیگه، ولی این همراهیه، یعنی اون آدمی که کنارته نگاهش مثل تو باشه. شاید من و تو الان اگر در یه قالب مثلا زن و شوهر بودیم اتفاق خوبی نمیافتادش، ولی اینکه اون آدمی که کنارته نگاهش مثل تو باشه خیلی مهمه به نظرم. تسلیمم شدی یه جاهایی؟ تسلیم که اگه شده بودم خب ادامه نمیدادم دیگه. آدم کم میاره یه جایی دیگه. اینکه یه جاهایی سینوسی میشی، حالت بد میشه از یه سری اتفاقا یا یه سری چیزا پیش نمیره اونجوری که دلت میخواد، ولی خب من آدم جنگیدنم دیگه. من تسلیم واقعا نمیشم. روحیت مشخص. همین الان که داری صحبت میکنی من کاملا اینو میبینم تو نگاهت، این هستش که کلا میخوای بری جلو به هر قیمتی که شده. آره اینو خودم هم خیلی دوستش دارم. خیلی جذابه و البته سخت، یعنی انقدر خوشگل نمیشه نگاهش کرد، یعنی واقعا همون زحمت ها رو داره. 5 صبح بیدار شدنه، از خیلی از خوشی ها، خیلی از مهمونی ها گذشتن تا به یه اهدافی که داری برسی. مثلا یه چیزی بگم راجع به سوالی که پرسیدی. اون تایمی بود که کرونا شد سال 98 توی اسفند ما خب نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته دیگه.
برای اسفند 60 میلیارد به بازار بدهکار بودیم. 60 میلیارد تومان؟ آره. واقعا یه شب و روزایی میگذشت که ما تا صبح نمیتونستیم بخوابیم، فقط گریه میکردیم، زجه میزدیم. خیلی اما وحشتناکه. خیلی، چون برای ما همیشه خب اعتبارمون هم خیلی مهم بود تو بازار دیگه، ولی حرکت میکردیم. یعنی اینجوری نبود که بگیم که آقا خب الان کرونا ترسیدیم ما مثل بقیه بخوایم بشینیم تو خونه هامون. نه، ما همچنان ادامه میدادیم. ولی اینجا در واقع همون فاصله بین جملات انگیزشی و واقعیت دیگه، یعنی یه اتفاقی میفته که همه جوره باید خودتو جمع بکنی و اون ماجرا رو درستش بکنی. حالا هر چقدر که بخوای حرفای قشنگ بزنی، مهم اون عمل کردن است. میدونی من جمله های انگیزشی رو کجا دوست ندارم؟ نگاه میکنم که اون حرف رو کی داره میزنه. آدمی که فقط با خوندن 4 تا کتاب و نمیدونم تو قالب خیلی دانشگاهی و آکادمیک داره اون حرف رو میزنه، یا نه واقعا تجربه کرده. حرفی که داره میزنه داره از کف کار کردن و کف بازار و از چیزی که خودش درک کرده با پوست و جون استخون خودش داره اون حرفو میزنه. اون خیلی برای من قابل لمسه. تا یکی بیاد مثلا یه سه جمله‌های شعاری بگه، آره. این اصلا به دل آدم نمیشینه. دقیقاً، و تو اینو لمس کردی. الان هم که داری صحبت میکنی خیلی الهام بخش و تاثیرگذاره. به غیر از زندگی خودت و این پروسه که برامون تعریف کردی، روی آدم‌های دیگه هم تاثیرگذار بودی؟ این وقتی یه تایمی از بیزینست میگذره و سیستمت بزرگ میشه دیگه، شاید فقط صرفاً پول درآوردن دیگه برات معنی نداشته باشه. دوست داری اون افرادی که دارن کنارت کار میکنن هم حالشون خوب باشه. این حال خوبه رو، این انرژی مثبت رو، این یادگیری جدیده رو هم تو خونه هاشون انتقال بدن. ما حالا داریم سعی میکنیم که این سیستم رو توی منابع انسانیمون هم حتما داشته باشیم. خب ما حدوداً الان 2 سالی هستش که تیم برندینگ هم به خودمون اضافه کردیم. از دل همین تعاملا مثلا بچه‌ها اومدن یه شعار برای سازمان ما گذاشتن که تو لایق یه حس خوبی، و اینو ما هم توی محصولمون داریم انتقال میدیم، هم تو سیستممون، هم به مشتریمون، هم به منابع انسانیمون، و واقعاً دیگه یه جایی بیزنس ورقش برمیگرده. آره، یعنی دقیقاً میخوام بدونم که به غیر از حالا اون بیزینسه و به هر حال تعداد آدم‌هایی که الان دارن پیش شما کار میکنن، روی شخصیت آدم‌ها، روی زندگی شخصی آدم‌ها بوده؟ مثلا حالا شاید یه خاطره‌ای داری برامون بگی، یه داستانی که خودت هم تحت تاثیر قرار گرفتی وقتی این اتفاق افتاد. چند وقت پیش داشتم یه پادکست گوش میدادم، برگشت گفتش که یکی از دوستای من به زندگیش پایان داد. بعد رفتن حسابش رو چک کردن، دیدن 6 میلیارد تومان تو حسابش بوده. علتش رو جستجو کرده بودن، دیده بودن که خب این آدم اگر بیزینس داشت، توی کسب و کاری بود، این پولش رو جای سرمایه گذاری کرده بود، مشغول یه حرکتی بود. دیدی گفتم بیکاری فساد میاره، از نظر من ذهن رو فاسد میکنه. تو فکر میکنی دیگه آدم بیفایده‌ای هستی، بعد میشینی به چیزای پوچ فکر میکنی. خیلی تو تایم حالا کمی بعدش یه اتفاق بدی افتاد. یکی از اقوام ما خب خودکشی کرد و کلا همه فامیل از لحاظ روحی و روانی به هم ریخته بودن. ولی خب من همیشه داشتم فکر میکردم که میشه چیکار برای این آدمو کرد. یه پلنی دارم، خیلی هم دارم تو ذهنم به شاخ و برگ میدم. دوست دارم که شهرهای مختلف ایران که سرانه خودکشیشون بالایی رو شناسایی کنم و اساتیدی که الان دارن حالا بحث توسعه فردی و هوش هیجانی رو تدریس میکنن، به هزینه خودمون و سیستممون ببریم توی اون شهرها و نگاه آدما رو به زندگی و به این مسیر تغییر بدیم. احساس میکنم که اگه هر بیزینسی که به این نقطه‌ای رسیده که الان در توانش هست که شاید خیلی از افکار رو عوض کنه، هی نباید منتظر این باشیم که چرا دولت کاری نکرد، چرا این اتفاق افتاد، چرا اون اتفاق افتاد. من باید به این نگاه کنم که خب خودم میتونم چی کار کنم و اون حرکت رو از سمت خودم رقم بزنم. پس یعنی پلنی که میخوای اجرا بکنی تأثیر گرفته از اون اتفاقی بود که توی فامیل افتاد؟ خب بعد از اون اتفاق من و ایمان تو همون مراسمایی که
سوگواری بود و اون همه حال بد وجود داشت، خیلی با هم یه حرفی زدیم این که میشه چی کار کرد، چرا این اتفاق افتاد. همونجا انگار یه جرقه‌ای تو ذهنمون خورد که میشه این آدما رو نجات داد، چون واقعا از بیکاری آدما به افسردگی میرسن، به افکار پوچ میرسن، احساس میکنن دیگه هیچ فایده ای ندارن، مثلا چرا باید ادامه داد. میشه نجاتشون داد. خیلی واقعا مسئولیت اجتماعی قشنگیه که فکر میکنم خیلی ها باید بهش فکر بکنن. و الان چیزی که برای من تو جذابه اینه که واقعا فقط کار کردنه نیستش و الان تبدیل شده به یه رسالت حالا اجتماعی و اخلاقی که به نظرم خیلی قابل تأمل و فکر کردن برای خیلی از بیزینس ها. دوست دارم بدونم که اگر الان یه دختری داشتی، مهمترین چیزی که بهش میگفتی برای زندگیش چی بود؟ ببین خب تو قالب فرهنگ ما جای شاید عزت نفس خیلی کم رنگه، ولی مطمئنا من دخترمو یه آدمی بار میارم که عزت نفس بالایی داشته باشه، یه آدمی که خودش برای خواسته هاش تلاش کنه، منتظر کسی نباشه و هیچ چیزی به حکم محدودیت نبینه. این برای من خیلی جذابه. این عزت نفسی که میگی یعنی چی؟ یعنی دقیقاً چی کار میکنی که اون عزت نفس رو یاد بگیره؟ رفتار روزانت باهاش چیه؟ ببین یعنی که خودت رو بپذیری دیگه، اینکه هر چیزی که هستی چه خوب چه بد. از ذهن همه آدمایی میره به این سمت که من باید تو همه چیز بهترین خودم باشم. نه، ممکنه که من تو همه چیز نتونم بهترین باشم، ولی همونی که هستم رو بپذیرم، خودم رو دوست داشته باشم، خودم رو در مقابل هر اتفاقی نشکنم، خودم رو باور داشته باشم که میتونم ادامه بدم، میتونم خودم رویاهامو بسازم. یعنی در واقع این پذیرشه معنیش اینه که من تلاش میکنم که روز به روز بهتر بشم، اما ببینم خوبی هام همینیه که هست، بدی هم همینی که هست، حالا روز به روز بهتر بشم، ولی من اینم الان و خیلی از خودم یه توقع زیادی نداشته باشم. دقیقاً. پروانه مرسی، خیلی گفتگوی خوبی شد. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی و مهمون برنامه رویات. ممنون از شما، برنامه خوبتون. امیدوارم این مسیر حمایت از بانوان ایرانی و پرقدرت جلو بریم. مرسی پروانه، ممنونم ازت. ما در رویات میزبان بانوان موفق ایران زمین هستیم. خیلی ممنون.